بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شما هم‌میهنان گرامی و دوستداران ورزش فوتبال. ورزشگاهی که امروز در حضور نزدیک به 80,000 تماشاگر میزبان این مسابقه است. باز هم فرصت برای استرالیا، یه ضربه دیگه که باز هم عابدزاده است که توپ رو به کورنر هدایت می‌کنه. در ادامه بازی قطعا تیم استرالیا نظر روانی افت خواهد کرد. یه فرصت برای تیم استرالیا، باز هم در آستانه ورود توپ به دروازه است که خط دفاعی تیم ایران توپ رو برمیگردونه. باز هم تیم زرتوش استرالیا به سمت دروازه ایران حمله میکنه. سعداوی اونجا هست، یه فرصت یاران استرالیا، حالا میخواد پاس به عقب بده. عابدزاده یک دستی توپ رو مهار میکنه و کار قشنگی میکنه که باعث افزایش روحیه تیم ایران خواهد شد. خداداد به دنبال توپ. لازاریدیس، سعداوی به استقبالش میاد. لازاریدیس میخواد او رو جا بگذاره. خب میفرسته رو دروازه. عابدزاده هست رو دروازه. باز هم یه فرصت از روی خط دروازه که پاشازاده با ضربه سر توپ رو به کورنر میفرسته. این بار بلند به تیر دوم، جایی که ویدوکا و ویدمار هستن. ویدمار صاحب توپ در مقابل نعیم سعداوی. یه فرصت خوب و تیر. گل برای استرالیا در حالی که هریکیول این کار رو انجام داد و توانست دروازه تیم رو باز بکنه. حالا دیگه بچه‌ها چیزی برای از دست دادن ندارن. حالا کریم باقری، علی دایی، باز هم خداداد. یه لحظه دیگه خداداد عزیزی جا میذاره بازیکن حریف رو. حالا خداداد عزیزی یه لحظه فرصت برای یه بازیکن از تیم ایران که مهدوی کیا باشه و دروازه تیم استرالیا. لازاریدیس، هریکیول، یه ضربه سر و تیر. بازیکن شماره 10 با آوریلیو ویدمار. ارسال توپ از جناح چپ باز هم توسط استان لازاریدیس که 50 دقیقه است این کار رو میکنه و هنوز هیچ تدبیری برای خنثی کردن حرکات او اندیشیده نشده. خب حالا در تهران نشان داده شد که چگونه اخلاق انسانی و اسلامی تماشاگران عزیزمون در ورزشگاه آزادی در مقابل چشمان تماشاگران به منصه ظهور رسید و حالا اینجا همون مسائلی که استرالیایی ها به ما نسبت میدادن رو میبینیم که خودشون انجام میدن و با حرکاتی واقعا غیر انسانی در زمین ورزشگاه مسائل بسیار ضد اخلاقی ایجاد کرد. اشاره میکنه کمک داور که ضربه رو بزنید تا بعد تعویض بشه. حالا فرصت که عابدزاده با نوک انگشتان خودش توپ رو دور میکنه و حالا شاید که تعویض انجام بشه. حالا یه فرصت برای استرالیا میگذره از صد بازیکن ما. فرصت برای استرالیا، ضربه رو هم میزنه یار شماره 9 ویدوکا. فرار هریکیول از خط آفساید ایران. هریکیول میتونه یه پاس بده، این کار رو هم انجام میده. ضربه به موقعی زد. خداداد. مهدوی کیا به دفاع میزنه. حالا فرصت برای مهدوی کیا، ضربش رو هم میزنه مهدوی کیا. یه پاس به بیرون کار رو تمام میکنه. دایی باز هم به سمت دروازه استرالیا. یک لحظه دیگه یه فرصت برای تیم ایران. اونجا هست و دروازه. حالا توی دروازه کریم باقری است و دروازه استرالیا که باز میشه. بله گل برای ایران. تا به حال ما هیچ حرکت زشتی از بچهای خودمون در زمین ندیدیم. بنده طی چند روزی هم که اینجا بودم شاهد بودم که بچه‌ها با تمامی نظم، با تمامی اتحاد خودشون در همه جا حاضر بودن. اما واقعا استرالیایی ها ناجوان مردانه همه شرایط رو برای شکست تیم ایران رقم زدن. حالا توپ رو میزنه کریم باقری. دایی یه فرصت خوب. حالا پشت مدافعان خداداد عزیزی توی دروازه گل برای ایران. خداداد عزیزی باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه. ایران 2 استرالیا 2. خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه‌ها، آفرین.
غزال تیزپای فوتبال ماست. نگاه کنید، یک بار دیگه صحنه رو ببینید. همون کاری که بارها باید انجام میشد و کمی دیر انجام شد، اما به هر حال نتیجه رو 2-2 مساوی کرد. مارک بوسنیچ مغموم و مقهور حرکت زیبای خداداد عزیزی است. پاس به عقب، یک ضربه، یک فرصت و باز هم عابدزاده هست و توپی که مهار میکنه. عابدزاده هست و بله، مهار توپ از عابدزاده. واقعا هیچ چیز این تلاش رو پاسخ نخواهد داد بجز محبتی که همیشه مردم نسبت به این بچه‌ها ابراز کردن. بچه‌ها حتما صحبت میکنن که وقت بازی رو تمام بکنه. ساندورفو، عابدزاده میزنه و پایان مسابقه و رفتن تیم ملی ایران به جام جهانی فوتبال. تبریک میگم به همه شما، هم میهنان عزیزم و همه شمایی که همینک خوشحال هستید. بنده واقعا نمیتونم صحبت بکنم. همتون عزیز، امیدوارم که این پیروزی و این موفقیت به همه شما مبارک بوده باشه.